مردم ایران، همتون باید اینو بدونید. سرطان توی ایران داره بیداد میکنه. اما 4 ماده غذایی ارزون هستش که به تو کمک میکنه که بتونی جلوشو بگیری. واسه همین الان این 4 تا ماده رو واسه خودت و عزیزانت تهیه کن و مصرفش کن. اولیش هویج هستش. چرا؟ چون هویج 26% ریسک سرطان ریه، ریسک سرطان معده رو میاره پایین. فرقی هم نمیکنه چطور مصرفش کنی، هر جور دوست داشتی مصرفش کن. دومیش گوجه فرنگی هستش، چون تا 20% خطر ابتلا به سرطان پروستات رو میاره پایین. ولی حواست باشه به صورت پخته مصرفش کنی، چون بیشتر میتونه بهت کمک کنه. سومیش خانواده کلم ها هستن، فرقی هم نمیکنه کدومشه، تا 20% ریسک سرطان روده بزرگ رو میاره پایین. هر جور که میخوای، خام باشه، پخته باشه، توی سالاد باشه، هر جوری که دوست داری مصرفش کن. 4می سیر و پیاز هست، خیلی مهمه، چون 50% ریسک سرطان معده رو میاره پایین. تازه با 7 سرطان دیگه رابطه مستقیم داره. همین الان این پستو بفرست برای 4 تا از عزیزانت.